نمیگذاره که آرامانه دمگیری. شب و روز وک کردگی. هی اله آوازه. چی با تو؟ بانو جانکم مکتوب. پیشتر بیا. رفت از اینجا؟ خوب شد است بانو جانکم. جانکم مریم خان. وای جان دیلم قاسم جان. قریب یک سال می شود که ما و شما غایبانه عشق می‌ورزیم. از مکتوب‌های قبلیمون معلوم که همدیگر رو سخت دوست می‌داریم و به دیدار همدیگر بی‌طاقتیم. عزیزم اینک روزی در انتظار برای هر دویمان فرا رسید. ما باید این شب به دیدار هم میرسیم وگرنه دیگر فرصت نمی‌شود، زیرا من از روی ضرورت با قطاره پگاهی به تاشکند میروم. اگر شما این دعوتی مرا رد کنید ما هم دیگر رو 6 ماه دیده نمیتوانیم و این برای من برابری مرگ خواهد بود. ای معنی زندگی من امیدوارم که شما این شب به ملاقات آمده غلام کمترین خود را خوشبخت میکنم و با این صداقت خود را با محبت پاکمان اثبات مینماید. من شما را ساعت رساده شب در نزد مناره نارچبای انتظار خواهم بود. با امید دیدار دلداده شما قاسم جان. وای میروم. فقط چطور؟ خسیس همش رو باخته با کسه خالی برمیگردد و زنک آش تیار آش رو بیار میگوید. ها الها آش یکم زهری تنت شود. ها الها آش نخورده زهر خوری نمیشد می. وای یافتم، من راهش رو یافتم. جنجال میبردارم. وقتی که وای زنک آش تیار کنی آش رو بیار میگوید، من میگویم که هیچی خیال آش باش نیست. وای میگوید که چه خیال آش نیست، آش رو بیار. گفتم بیار. من میگویم که عزیزکم اگر دلکتان آش جسته باشد از جایکتان خیزید و خودکتان رفته تیار کرده خورید. آن همان وقت جنجال سر میشد. جنجال او البته از همه این کار جایگاه خود را علاهیده کرده تنها خواب میکنم. من باشم آهسته یکم به نزد دل دادم قاسم جانکم میروم. وای به دیدنی تو میروم. چی خوش دله من میروم. سرود عشق بخوانی تو یعنی سرود میروم. نم بلالم تدم ددم نم بلالم. انکنون و پیش رزوان گوشم به شما بانو جانکم. نزدیکتر بیا. راستش رو گوی. تو مکتوب رو به کسی نشان دادی؟ چرا ما مکتوب رو به کسی نشان میدادم؟ قسم میخورم بانو جان به یگان کس نشان ندادم. باور کردم. یعنی تو به من صادقم بانو جانکم. بسیار خوب. نباشد تو باید این را اثبات کنی. من تیارم بانو جانکم. این خیلی باشد. مرا با دقت گوش کن. نزدیکتر بیا. این شب رسا ساعتی 10 شب به خانه من در آمده نامعلومه که به جایگاه من خواب میکنی. مایلش بانو جانکم خواب میکنم. لیکن برای چی؟ ایناش کاری تو نباشه. خواب میکنی. گفتم خواب میکنی.
بانو جان آنجا چی؟ آنجا شوهری من میشود. شوهر شما خواجه بانو جان من این کارو کردن نمیتونم التماس این کارو بکنید نترس او با تو هیچ کار کردن نمیتونه. اگر پای برد چی فکر کند که این مرد شما برچی میرجا بانو جان رفت که فکر نکن چه خیلی که گفتم همان خیلی میکنی و تمام و سلام. بانو جان من این کارو کردن نمیتونم رحم کنید بانو جان. بانو جان یعنی بخواجه خوب نمیکنه. بسیار خوب. از خودت گیله کن روزمان. من از عشق ورزی های تو و خالما خبر دارم. انا من با شوهرم همش رو میگویم. او باشد خالمت رو از کار پیش میکند. چی خیل؟ معقول؟ اینش رو من از شما انتظار نبودم بانو جان. محلش خوب میکنم. بسیار خوب. من یکی رو فراموش نمیکنم روزمان. گفتگی بریم. باز یه خواهش دیگر. اگر یکی جنجال سر شود تو نترس. حاضر چه خیلی مسئولیت کردیم فقط با آوازی بلند. من کردم گفته جواب ده. فهمو؟ چی؟ خوب شده است بانو جان خوب شده است. من همه طرف تیار. اکنون من به او تئاتر رو نشان میدهم.